تیم تالکا برای خودم میگشتم که این داشمون رو دیدم با انفور گرفتم دهنشو سرویس کردم. اینجا ستون رو رفتم جلوتر، دوتا انمی انگار داخل خونه بودم بچه ها. نفر اولی گرفتم با انفور زدم، بعد بچه ها رفتم دیدم از این دورم داشت نفر من تیراندازی میکرد بچه ها. اینجا گرفتم اینو یه به بهترین نحو ممکن هیپ فایر رو مشتی زدم بهش بچه ها، دهنشو گرفتم با انفور سرویس کردم. بچه ها اینجا یکم رفتم جلوتر دیدم این سه تا داشتم با هم دیگه درگیری دارن. بعد بچه ها گرفتم هد نفر اول رو اینجا خواستم هدفگیری کنم بچه ها. گرفتم نفر اول رو خیلی ایزی زدم. بعد بچه ها رفتم اینجا کیلش هم دزدیدم. بعد رفتم سراغ نفر بعدی بچه ها، هر سه نفرشون رو به خلاصه دیگه زدم، دهن همشون رو سرویس کردم. بعد رفتم جلوتر یکم که بچه ها، بعد رفتم جلوتر، بعد به این داشتم یه کله به کله خوردم و گرفتم دهنش رو سرویس کردم. اگه دوست داشتین آقا لایک هم بکنین، دمتون گرم.